زمزم يا معجزة الماء، زمزم يا هزمة جبريل، أرضك للعباد السماء. بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک آب مایه حیات است و این عطیه و هدیه الهی در بس از موارد در همه جا در دسترس نمی باشه، ولی الله متعال سپاسگزار هستیم که بر ما توفیق داد تا در قره‌باغ منطقه نسیم خیل عفر چای آب اینجا آماده شود و هموطنان عزیز ما از مستفید شوند. کودکا و همچنان نونهالا و مناطق بسیار، البته مناطق بسیار دوردست می رفتن و آب تهیه می کردن، اکثرا نصف روزشان صرف آوردن آب می شد، از درس و از تعلیم و تعلم می ماندن. ولی الله را سپاسگزار هستیم که اسلامیک اواسیس در این منطقه چای آب عفر کرده است و این سبب شده است که خانواده های زیاد به این نعمت الهی و بسیار سهولت و آسانی دسترسی داشته باشند. نماینده و همچون وکیل این منطقه را داریم، مختصر ماشون صحبت میکنیم. سلام برسه، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ صحت خوب، بخیر جانک تنجورت، بخیر هستین؟ زنده باشین. میشه که در ارتباط با موثریت این چای آب بگوین که چقدر مشکلات مردم حل ساخته در این منطقه عفر شده؟ این تقریبا یک 200 خانه امی مشکلات امی چای برخوردار میشن، مشکلات مردم حل میشه دی. یعنی به 200 خانواده نزدیک به 1000 نفر. به 1000 هم شاید که بالاتر باشن. قبل از اینکه چای آب نبود از کجا آب می آوردن مردم؟ مردم بسیار به مشکلات جای دور می رفتن آب می آوردن و به یک چی هم کفایت نمیکنه. اگر بتانین شما که یک 2 دانه 3 دانه دیگه در این منطقه زیادتر شو خوبتر میشه. انشالله با خیر استفاده کنین. و پدر بزرگوار دیگه از چال دارین؟ خوب هستین شما؟ شکر خدا. میشه که در ارتباط با چای آب بگین که فعلا چه احساس دارین وقتی که اینجا؟ یا مردم احساس خوشی دارن دیگه. بهترین جای است، یک منطقه است که چهارراهی است، این موجود است. یک کوچه دو کوچه شما ببینید که چهارراهی است، همین 3 کوچه دیگه همین نزدیکاش استفاده کرده میتونه و کمی که دوردست است بر از و هنوز هم کفایت نمیکنه. انشالله که مشکلتان واسه این چای آب حل شده باشه. تشکر از شما. ممنون. دوستان عزیز، بازم سپاسگزار هستیم از اسلامیک اواسیس، کسی که همیشه قمه را به عنوان پل ارتباطی انتخاب کرده است و سبب شده است که مشکلات زیاد مردم، البته مخصوصا در قسمت حفر چای آب، حل شود. روی صفحات لینک ها مشاهده میکنین. ما مناطق دیگه هم است که نیاز دارن به حفر چای آب. انشالله ما در کمال امانتداری این وظیفه و رسالت اجرا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمزم يا معجزة الماء، زمزم يا هزمة جبريل، أرضك للعباد سماء، ليس لهذا الغيث مثيل.